الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران عزیز، نمازگزاران محترم، مهمانان خانه پروردگار جل و علا، پیش از همه خداوند جل و علا را حمد، سپاس، شکر و ستایش بی حد میگوییم برای همه نعمت‌های زیبا و مفید و با برکتش، و از خداوند جل و علا طلب توفیق و سپاسگزاری بر نعمت‌هایش میکنیم که خداوند جل و علا همه ما و شما را از جمله بندگان سپاسگزارش بگرداند. برادران عزیزم، با فضل و کرم پروردگار عالم باز به ماه مبارک رمضان رسیدیم. ماهی که خداوند آن را بهترین و افضلترین ماه سال قرار داده است. در این ماه قرآن کریم نازل گردید و آن سرچشمه هدایت و رحمت برای انسانها می باشد. همه ما با شوق و محبت و امید زیادی به این ماه شریف رمضان آماده گشتیم تا روزه گیریم، عبادت و طاعت کنیم، خیر و احسان و نیکی کنیم و به رحمت پروردگار جل و علا نزدیک گردیم. خداوند جل و علا در سوره بقره آیت 183 می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظیم. ای کسانی که ایمان آوردید، بر شما روزه فرض گردانیده شد چنانی که به قوم‌ها و ملت‌های پیش از شما روزه فرض گردانیده شده بود، تا باشد که پرهیزگار باشید. از این آیت برمی آید که روزه نه تنها دست کشیدن از خوردن و آشامیدن است، بلکه این وسیله است برای پاکسازی نفس، تکمیل اخلاق و تقویت رابطه بنده با پروردگار خود. یکی از نشانه‌های اصلی پرهیزگاری در این ماه خیر و احسان و دستگیری نیازمندان میباشد. دستگیری نیازمندان نمونه بهترین خیر و صدقه میباشد. یکی از مهمترین دستورهای اسلام در ماه رمضان خیر و سخاوت و کمک به نیازمندان میباشد. رسول محبوبمان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمودند، امام ترمذی روایت میکند: بهترین صدقه آن است که در ماه مبارک رمضان انجام داده شود. حدیث زیبایی است. عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال: از ابی هریره رضی الله عنه خدا نزد راضی باشد فرمودند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کس که از روی ایمان و تقوا روزه بدارد، روزه ماه مبارک رمضان را از روی ایمان و تقوا و پرهیزگاری، غفر له ما تقدم من ذنبه، تمام گناه ها و لغزش ها و خطای های گذشته‌اش بخشیده می شود. و من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. و هر کسی که شب قدر را دریابد، عبادت کند با اخلاص، تضرع و توبه کند، با ایمان و با تقوا آن را سپری کند، در حقیقت همه گناه های گذشته‌اش بخشیده می شود. این حدیث را امام بخاری و مسلم روایت کردند. و پیامبر محبوبمان می‌فرمایند: اذا جاء رمضان، وقتی ماه مبارک رمضان فرا میرسد، فتحت ابواب الجنه، درهای جنت گشاده میشوند، و غلقت ابواب النار، و درهای آتش جهنم بسته میشوند، و صفدت الشیاطین، و در دیگر حدیث: و سللت الشیاطین،
شیطان ها به زنجیر کشیده میشن. دین اسلام بر 5 پایه استوار است. بنی الاسلام علی 5: شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. پیش از همه شهادت دادن که نیست معبود جز الله جل و علا و شهادت دادن که پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده او است و پیامبر او است. و اقام الصلاه و نماز را برپا داشتن و ایتاء الزکاه و زکات دادن و حج البیت و حج کردن و حج خانه خداوند کردن. من استطاع الیه سبیلا، برای کسانی که استطاعت و دارایی دارند. و صوم رمضان و روزه ماه مبارک رمضان را داشتن. برادران عزیزم، ما در بهترین فرصت ها قرار داریم. این ماه مبارک رمضان این دسترخوان رحمت پروردگار جل و علا است. وابسته بر انسان است، وابسته بر مؤمن است که چطور از آن استفاده میکنه. باید هر یک مسلمان، هر یک مؤمن باید برنامه ریزی داشته باشد، باید برنامه داشته باشد در این ماه که هر روز از صحیفه ها و پاره های از قرآن بخواند و در برابر خواندن آن معناهای آن را بخواند. حداقل 1 بار قرآن را در همین ماه رمضان ختم کند. و دیگر برنامه باید هر روزه نیکی و نکوکاری داشته باشد، خیر و احسان داشته باشد. هر روزه دعای نیکی پدر و مادر را بگیرد، خدمت به آنها را زیادتر کند، صله رحم را به جا بیارد، از خویش و تباران خبر بگیرد و یتیمان و فقیران و نیازمندان را کمک کند. در همین حالت میتواند که ماه مبارک را مبارک گرداند. حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یادم آمد. وقتی پیامبر محبوبمون با صحابگان نشسته بودند، وقتی پیامبر بالوی منبر برآمد، وقتی زینه اول منبر برآمد، با آواز بلند گفت آمین. باز دیم زینه برآمد، باز گفت آمین. باز سوم زینه برآمد، باز گفت آمین. پس پرسیدند صحابگان: ای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، ما ندیدیم کسی دعا کرده باشد و شما عادتاً در برآمدن بالای منبر آمین با آواز بلند نمی گفتید و ما نمیشنیدیم. سبب در چی بود؟ پیامبر محبوبمون فرمودند که وقتی من زینه اول منبر برآمدم، برادرم جبرئیل امین آمد و دعا کرد و گفت روی انسانی در خاک باد اگر بالای اون ماه مبارک رمضان آمد و از او سپری و خداوند جل و علا به سبب این ماه رحمت، ماه مغفرت، ماه خلاصی از آتش جهنم اگر او را نآموزید، اگر از این فرصت و رحمت پروردگار اگر استفاده خوب نکرد، رویش در خاک بود. یعنی ناکام دنیا و آخرت است همون انسان. و زینه بالاتر برآمدند و گفت وقتی زینه بالا برآمدم، برادرم جبرئیل امین پیامبر آسمان دعا کرد و فرمود روی انسانی در خاک بود که پدر و مادرش در نزدشند و با آنها خدمت نمیکند، دعای نیک آنها را نمیگیرد و آنها فوت میکنند و میگذرند، از فرزندشون ناراض از دنیا میگذرند. روی همون انسان در خاک بود، یعنی ذلیل و خوار بود، هم در این دنیا بی برکت و بی عزت است، هم در آخرت. حضرت جبرئیل دعا کردند و پیامبر را گفتند که تو آمین بگو و پیامبر آمین گفت. دعایی که حضرت جبرئیل کرده باشد و آمین را پیامبر محبوب بهترین فرزند آدم گفته باشد، پس این دعا پذیرفته است. و همون انسانی که رمضان بالای او میآید و رمضان از این فرصت خوب استفاده نمیکند، از این رحمت پروردگار استفاده نمیکند، از این دسترخوان رحمت پروردگار استفاده نمیکند، در حقیقت ناکام و کساد شده است. وقتی منبر بالاتر برآمدن گفتن حضرت جبرئیل دعا کرد که روی انسانی در خاک بود اگر نام تو ای محمد صلی الله علیه و سلم گرفته شود و از روی بخل و دشمناگری بر تو صلوات نفرستد، ناکام و بی برکت بود. در حدیث صحیح که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند هر کسی که به روزدار افطار دهد، اجر او برابر اجر روزدار خواهد بود، بدون آن که از ثواب روزدار کم شود. حدیث را امام ماجه روایت کرده. اگر یک انسان افطار میکند، افطار میدهد به انسان‌های نیازمند یا دوستان یا صالحان،
اگر 100 انسان رو 100 مسلمان رو اگر افطاری بدهد، هم اجر و ثواب خود را میگیرد، روزه خود را میگیرد و هم اجر و پاداش روزه 100 نفر رو میگیرد و از اجر و پاداش دیگر روزه‌داران هیچ چیزی کم نمیشه. پس برادران عزیزم، یک مسلمان رو افطار دادن این برای انسان شرف است، برای انسان عزت است. چی پاداش بزرگی! تنها با یک لقمه خوردن اگر یک مسلمان بیارد خرما برای یک روزه‌دار بدهد، روزه‌دار با همون خرما روزه اش را بگشاید، اجر و پاداش همون روزه‌دار را به میدهد. 100 نفر اگر افطارش را با همون خرمای همین انسان بکشند، اجر و پاداش 100 نفر روزه‌دار را میگیرد. تنها با لقمه یک خوردن، لقمه خرمای یا آبی که به یک انسان میده، ثواب روزه‌داری کامل را صاحب میگردد. پس بیایید کوشش کنیم که در این ماه نیازمندان را دستگیری کنیم و دسترخوان خود را با محبت و سخاوت برای آنها باز کنیم. پیش از همه انسان‌های نزدیکترین، همسایگان فقیرترین، با آنها شروع کنیم نیکی را. کاری که در این ماه شریف انجام میدهیم خاص برای رضایت پروردگار جل و علا انجام میدهیم. متاسفانه میبینیم در شبکه‌های اجتماعی که یک خرما، یک خوراکی به یک مسلمان میدهد، آن را ویدیو میکند و آن را در همه جا نشر میکند. باید صدقه و اجر و پاداش چنان باشد که در او ریا نباشد، خودنمایی نباشد. وابسته به نیت انسان است. اگر یک انسان رویش را نشان ندهد، روی انسان گیرنده را نشان ندهد، انسانی که میگیرد نیازمند است روی را نشان ندهد، خیر و احسان زیاد کند، این یک تبلیغ یا گویم یک برای دیگران سبب باز هم به وجه آمدن دیگران را زنده کردن، دیگران را هوشیار کردن، شوقمند کردن دیگران برای نیکی و احسان این خوب است. اما باید جایگاه و عزت یک مسلمان، یک روزه‌دار باید خلل‌دار نشود. به خصوص برادران عزیزم، یتیمان، اینها امانتی از خداوند جل و علا هستند برای ما و شما. یتیمان و بی‌پرستاران گروهی هستند که در همه دور و زمان به غمخواری و مهربانی جامعه نیاز دارند. خداوند جل و علا در قرآن کریم سوره ضحی آیت 9 و 10 می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاما اليتیم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر. با یتیمان درشتی نکنیم و انسان‌هایی که در حقیقت نیازمندند و پیش ما و شما برای کمک میآیند آنها را به درشتی نرانیم. و اما بنعمت ربک فحدث